مسئولان صحی در سمنگان از افتتاح یک کلینیک صحی در روستای تاتارچال ولسوالی خرم و سارباغ این ولایت را خبر داده و میگویند در ساخت این کلینیک مردم محل نقش اساسی داشتند و پس از تکمیل کار تعمیر آن مؤسسات همکار در قسمت تهیه لوازم آن نیز همکاری کردند. تاتارچال یکی از چند روستای صعب العبور ولسوالی خرم و سارباغ سمنگان بوده که مردم فقیر و بدور از امکانات اولیه در آن زندگی میکنند. واقعا مرکز صحی در اینجا کدام تعمیر نداشتن. قبلا در خانه کرایی مردم بودن. با هماهنگی و همکاری رهبری ریاست صحت عامه و دفتر مربوطه مثل ایمپلمنتر و شورای صحی مردمی که جایشان هم وقف کردن در قسمت اعمار خودی تعمیر اینا تلاش به خرج دادن که شما دیدین کل مواردشان تشنابای اساسی، اینسیناتور، چای آب و ترپم، مایچه و کل مواردش تکمیل شده و در رابطه وسایل طبی از قبیل الواری، میز، چوکی، ادویه و غیره از طرف دفتر ایمپلمنتر انتقال داده شدن که الحمدلله همه نیازمندی‌های این مرکز صحی رفع شده که به تعداد 5000 نفوس بیشتر وزیر پوشش داشتن که 50% از طرف دفتر محترم معمارسیه و 50% از طرف مردم محل و متنفذین مصرف شده و در قسمت حفر چا و تشنابای میاریشان از طرف WHO ای همکاری شده اینجا. ای هم شده الحمدلله که فعلا با افتتاح ای تعمیر تا اندازه زیاد مشکلات مردم مرفوع گردیده. ولسوال خرم و سارباغ سمنگان با ساخت این مرکز صحی ابراز خرسندی نموده گفت با افتتاح این کلینیک مشکلات 5 روستا از جمله شورابک، شوراب، سرخک چشمه، علمه و تاتارچال حل خواهد شد. به گفته وی قریجات یاد شده از جمله روستاهایی اند که در 20 سال گذشته به آن توجه صورت نگرفته و مردم آن در قسمت ارائه خدمات صحی لازم با مشکلات زیادی روبروند. مرکز صحی فرعی که در قریه تاتارچال و علمه جور شده مشکل 5 قریه را حل میکنه. علمه، تاتارچال، سرخک چشمه، شوراب، شورابک که یک منطقه صعب العبور است یا مشکل داره. همین مرکز صحی که جور شده کلی مشکل حل میشه. از سوی هم باشندگان محل از افتتاح و آغاز کار این کلینیک ابراز خرسندی نموده میگویند در گذشته با مشکلات زیادی از جمله نبود کلینیک صحی مواجه بودند که مریض خود را برای درمان به مراکز صحی ولسوالی و یا هم به شفاخانه ولایتی سمنگان انتقال میدادند. مشکلات کلینیک را دور بودن، مشکلات برای من مریضی مجبور که کلینیک وارد نمیشد سمنگان میرفتیم. ولی بخیر مشکلات نزدیکه فعلا هر مشکلی که شود کلینیک خود میایم برای ما مشکلات سیاست چه اوشتوک هضم چیز تا جای امکان داره دسترس دکتر همکاری میکنند. ولسوالی خرم و سارباغ سمنگان الی مرکز ایبک 58 کیلومتر فاصله داشته که اکثر قریجات آن با مشکلات صحی، نبود سرک‌های معیاری و عدم فعالیت شبکه‌های مخابراتی مواجه‌اند. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق